حالا بچه ما اومدیم تهران، تو راه برگشتنی دیدیم اینجا این خبرهای موتور و ماشین اسپورت آوردن. من گفتم بیام سری فیلم بگیرم بریم ببینیم. تیپم خوب هست. فکر کنم کل تهران جمع میشم میان اینجا. پلاک ماشین 28 اونا همه داده بیا اون ور بیا. چه جایی اومدیم خدایی. از همدان 100 تا بهتر. همدان هیچی نداره. بعدم داشت پوشش میکنم کام پلیس مثلا تایرشو چرخشو دیدی؟ سی بی این خیار ریخته اینجا. مثلا سوپرا شنیدی؟ سوپرا؟ یکی مال 30 سال 40 سال پیش آمریکا ساخت. بذار اینو ببینیم الان صدای اینو نشید. اینه کلاشه اگه روشنش کنه. پیست صحبه است فکر کنم. پلیس که هیچ بگیره هیچی. خلافکارا میافتن دنبالت. چرا؟ ازت میگیرنش. نه پلاک داره نه هیچی. پلیس هم نمیتونه شکایت کنی که. من یه بار دیدم فیلمشو. خلافکارا اومد چاقو گذاشت. بعد خلافکارا اومد اینجوری چاقو گذاشت. بیا پایین میرم. طرف اومد پایین. سوار شد رفت. مالون شد. تموم شد. جی تی آی. دقیقاً. فکر کن 600 میلیون پولشه. بینش فکر کردم. بعد پلیسا به ترسیدن من دوستا. بینش فکر کنم. الو. نهار میام حالا میام بیرونم همدان نیستم میام. آجی سوپرا هم آوردن. مرسی آقا موفق باشید.
حدم داره پلیسن که من آورد جای همه واقعا خالیه. دم بهتی گرم ما رو آورد اینجا. بیا بریم پیکان چه این بود امروز به قصد همین پیسته نیومدی صاحب اومدیم اینجا. به قصد پیسته نیومدی ولی اینجا بود آمدی. آره نه تو رو اتفاقا دیدیمش پس اومدیم دیگه گفتم ولاگ هم بگیرم ولی میدونستم یه چیزی میبینیم به خاطر همین دوربین آوردم. به خدا شکر می‌خواستیم بریم یه چی پیدا بدون ولاگ نموندم. 20 دقیقه شد اینو با ادیتش میشه 10 دقیقه. عشق کنید دیگه. خدافظ دوستتون داریم. خوابای خوش ببینید.